زن قصاله وقتی اومد تو خرابه این بچه رو غسل بده، صدا زد بزرگ این کاروان کیه؟ زینب رو نشون دادن. گفت زینب یه سوال ازت میپرسم، جوابمو درست دادی بچه رو میشورم، اگه جوابمو درست ندی دست به بدنش نمیذارم. فرمود بپرس سوال تو زن قصاله. صدا زد زینب این بچه مریضی داشته به بدنش. فرمود نه والله. گفت پس بگو بدونم چرا هر جای لباسشو پس میزنم میخوام بدنشو آب بریزم بشورم، یا این بدن سیاهه یا کبوده. یهو زن قصاله دید زینب شروع کرد گریه کردن. زن قصاله به خدا هر بچه ای تو عالم یتیم بشه بهانه بابا بگیره عروسک دستش میدن، یه جوری آرومش میکنن غم دلش کم بشه. اما این یتیم با بقیه یتیما فرق میکنه، هر جا سراغ باباشو گرفت اینقدر کتکش زدن. این کبودیا و سیاهیا که رو بدنش میبینی اینا همه جای قل و زنجیره، جای تازیان است، جای سیلی و کبنه.